سلام بچه ها، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. بچه ها، من یه چند روزی نبودم، شرمنده. دیگه از الان پرقدرت برگشتیم. شرایط ویدیو رو نداشتم. امروز هم منفی هم زیاد خوردیم. امروز اومدیم که با همین دک همیشگیمون بریم برای جبران منفی. خب لیتس گو. خب ناروتو خورده بریم. خب یه تسلا این وسط میکنم که بیبی دراگه که اومد جلو این بزنش، دمیج علیکی نخوری. مگا نایت. خب یه نایت هم سریع از اینجا. خب چیزی نمیندازم فعلا. ببینید اوه جلاد خوب شد. از این لحاظ که چیزی ننداختم منظورمه، وگرنه که جلاد کارت خیلی بدیه برای این دکمون. شاید قورت میده لایک بیتون. بیا. خب دک حریفم که طبق معمول یه دستسازی، نمیدونم تخیلی همینجوری چی چیده. اینجوری بود. خوبه. یه تسلا هم از وسط بریم که دمیج اضافی نخوریم دیگه، علیکی بخوایم دمیج بخوریم. یه برای رو تاور فکر کنم زب دستش نباش که الان نیست. نه درست. حریف لفت داد. این چه جور بازی؟ این فایروال چی بود مثلا؟ لفت داد فکر. نه خب پکا. ببین پکا خودش تنها که چیز خاصی نمیتونه بکنه، ولی مثلا پشتشو با جلادی اینجور چیزا پر کنه یه ذره کار سخت میشه. خب یه دارت برو. اینم جهت اینکه یه شاتشون هم باز بگیره. بیایم بیا عالی بودیم. کشوندشون این بر. خب دیگه فقط باید دفاع کنیم اینا دیگه. ببینیم دیگه چی میکنیم. از اون سمت بکنم. خب یه تسلا اینجا میکنیم دیگه. ما تاور رو گرفتیم دیگه، فقط میخوایم دفاع کنیم دیگه. کارای از اوه یه مگانایت دیگه. خب یه دارد از بک، یه نایت هم از اینجا، یه پرنسس از اینجا، آیس اسپریت، یه گوبلینگ. خب دفاع است دیگه جی. خب گود گیم دادم. بچه ها این مچ خیلی تمیز پلی داریم. بریم که مچ بعدی رو ببینیم چه میکنیم دیگه. خب پویول اسمش فکر کنم. خب یه اینجوری شروع کنیم بازی رو. گست عالی بودین. اسفریته گشتش جلوش البته. خب اینم بران گستش. هانتر آرجیه فکر کنم. فعلا این تسلا رو میزنیم دیگه، ببینیم چی میشه. گردش کارت هم بد شد یه ذره. آره خب جمعش اوه این از لایه پیش بینی داد. عالی بود. بیایم خوبه. حالا یه راش اینجوری بدیم. لاگش هم نزد. لاگ داره اصلا، اشکال نداره. خب میزدی دیگه. خب یه گوبلین گنگ سری با. چه بد شد. اشکال نداره. بیا پرنسس دیگه از اینجا میزنیم. دفاع نودمش دفاع. خب آیس اسپریت پیش بینی. ای بابا
لاگش زد دهن سرویس. خب حریفم پلیر بهش میخوره، یعنی از اون نوب نوبا نیست. خب یه نایت از بک میریم، آرجی از بک فرستم. خب تا دوتا یه تسلا از اینجا میکنیم. خب نایت همونو که کشید، نزن بد شدیم، اشکال نداره جبران میکنیم. یه برل سری رو تاور لاگشو زده، اگه نیومده باشه دستش نیومد. خب اینجا هم راشمون نسبتا خوب بود. یه گوبلین گنگ پخش کنیم که نتونه با یه شات در کیک هماشو بزن. اوه دبل آرچی دیگه 15 ناموسم کارم خیلی سخت اینجا. تاور رفت، نمیشه دیگه کاریش کرد ناموسم. ضد آرژی لایت داره دیگه، نمیدونم خودم هم یه ذره بد بازی کردم، خاطر همین دیگه نشد، اشکال نداره. خب خوب بازی کرد دیگه، حقش بود که ببره، اشکال نداره. بریم مچ بعدی هم بچه ها داشته باشیم. سریع تایم ویدیو هم دیگه زیاد نشیم، چون که دیگه آپلودش یه ذره سخت میشه. نمیدونم اسم ویاز چیه، ویز. خب بکش چی میتونه باشه. دارکولین از بک. خب الان هم بازی بارسلونا است، همزمان که دارم بازی رو میبینم دارم ویدیو هم میگیرم. مگا نایت، بابا این مگا نایت چقدر نو اسکیله واقعا. خدا اشکال نداره. چه دمیجی گرفتیم اون ور، حواسم نبود. خوبه اینجا میندازیم دارتمون نمیره. این هم جلاد داره، قبلی جلادش لولش پایین بود 12 بود، چیز خاصی اون قدرا نمی کرد، ولی این لولش 14 است، خیلی درد سره. نخبه بیا این ور نیم. خب بکنم باخت. نه بگاه نرفتیم. یه برل هم زود روی تاور تا یه دمیج دیگه هم بگیریم. خوبه تاور که نمیره ولی دمیج خیلی خوبی گرفتیم انصافا. خب یه پرنسس هم از اینجا میره، چی میتونه بندازه؟ چیزی به این تاور رو بگیریم. دارک گوبلین یه حرکتی بخور، دارک گوبلین بزن تاور افتاد. خب فقط مونده دفاع دیگه خیلی سخته ناموسم. نابود شد یه تیر میزنه دمیجشون کمتر بشه. دفاع نمیتونیم بکنیم با دکشون بمازم. بیایم تاور نیفته که میفته قطعا. مگانایت 14 رو کی میخواد نیفته. حال نداره بچه، این آیس اسپریت اضافی بود، اکسیر کم آوردیم دیگه. بابا بس این نگانایت چقدر نو اسکیل ناموسم. ای بابا همه قبول دارن دیگه نو اسکیل. یه راش بریم یه دمیج یه چیزی بگیریم. خوبه
میشه یه چیزایی رو چیز حساب کرد. خب تسلا هم این واسه کار رو در میاره برامون. حالا یه نایت هم اشتباه شد اما شادی نزد. خوبه کوراش سریع دمیج خوبی بتونیم به تابلیم. اینای مگانایت نخبه. خب بازی گره خورده یه ذره سخت شده. نزن خوب. خب تاورمون رفت فکر کنم دیگه بازی باختیم یا نه. این والکیری اوه اصلا پارمون کرد قشنگ. نزنی دیگه بعدی بتونیم تو این حمله بگیریم. خوبه که نمیتونیم نمیشه. دهن سرویس. بزن دمیج بگیریم. دارت اوه خیلی خوبه ولی دیگه اون نرفی که خورد دیگه مثل همیشه عالی نیست. خوب که حداقل دارتمون رو نزد. و حالا یه برل هم آره میندازیم. آیس اسپریت اینجا جهت سرگردونیش خوب. آیس اسپریت خوب و یه نایت هم از اینجا دیگه. یه تسلا و یه دارت گوبلین. بیاین بابا نگیر دیگه. جلاد گرفت به تاور توید تاور دن جلاد سرویس. همون اول هم گفتم خیلی کارت رو مخی این جلاد. خب بازم منفی خوردیم اصلا. خب بچه ها دیگه این هم دیگه مچ آخرمون بود چون که دیگه ویدیو طولانی میشه نمیشه دیگه ادامه رو گذاشت. ویدیو بعدی انشالله میریم برای جبران منفی ها. واقعا زیاد منفی خوریم. خب بچه ها لایک و ساب و کامنت اینا فراموش نشه. هدف این ویدیو هم 5 تا لایکه. مرامی دیگه یه لایک بزنید یه کامنت هم بذارید دیگه. دم همتون گرم. فعلا.